سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم که همگی خوب باشین. امروز میخوام زرش پلو درست کنم. بعد یه مقدار با زرش پلوهای قبلیم فرق میکنه. با من همراه باشین. ابتدا یه پیاز رو خورد میکنیم و با مقداری روغن اونو تفت میدیم تا سبک بشه. خب حالا نوبت ادویجاته که به پیاز داغ اضافه میکنیم تا بوی عطرش پیچیده بشه، که شامل پودر سیر، پودر پاپریکا، زردچوبه و ادویه کاریه و نمک. اینا رو اضافه میکنم، یه مقدار تفت میدم. یه قاشق رب گوجه اضافه میکنیم، خیلی کم، نمیخوایم قرمز رنگ بشه و اونم تفت میدیم. بعد فیلای مرغم اضافه میکنیم، اونم یه مقدار تفت میدیم. خب این نکته رو هم اضافه کنم، شما میتونید وقتی که رب دارین تفت میدین 1 یا 2 حبه سیر رنده شده اضافه کنید، سیر تازه، و اونم تفت بدین. بعد مرغ اضافه کنید. ولی من چون که وسط هفته است و نمیخواستم زیاد غذام بوی سیر بده، از پودر سیر استفاده کردم. بعد زعفرون دم کشیده رو اضافه میکنیم و یه دونه چوب دارچینم بهش اضافه میکنیم. اگر فکر میکنید که آب مرغتون کمه، یه مقدار آب اضافه میکنیم و میذاریم کامل مغز پخت بشه. بعد رنگ مرغتون هم نباید قرمز باشه، یه حالتی که یه خورده خیلی کم به قرمزی بزنه. ببینید رنگش رو، نمیدونم اینجا مشخصه یا نه. بعد از اینکه مرغا پخته شدن، زرشک تفت داده شده رو با خلال پسته و بادام اضافه میکنم بهش. حدود 5-6 دقیقه یه خورده تم بگیرم.